سلام دوستان، این ویدیو رو برای این ضبط میکنم که استوری کردم و در پاسخ به مرگ یکی از عزیزان در تظاهرات گفتم که افرادی که ارتعاش پایین دارن حذف میشن. خب و حالا من یه مقداری حالا به حال اون شخصی که فوت کرده رو میشناختم، میخواستم قبلا کمکش کنم و حاضر نشد حتی با ما حرف بزنه. خب من این رو یکی از دوستان به من گفته بودش که افرادی که کشته شدن تو این تظاهرات پر از حس و حال خوب بودن، در حال رقص و شادی بودن و اینا. وقتی که ما میگیم ارتعاش پایین، ما لزوما این نمیگیم که طرف داره گریه میکنه یا غم داره یا هر چیزی. خب به صورت کلی من دارم میگم. ببین، راه این که ما بخوایم حکومت عوض بشه، صلح و شادی تو کشورمون برقرار بشه، خیلی من راه تظاهرات رو در واقع درست نمیدونم براش. خب ببین، بیایید بپذیرید حداقل یه بخشی از انسانهایی که میرن تظاهرات یه خشمی از حکومت تو دلشون هست. خب واقعا دارم میگم، خب چرا ما شعارهایی مثل زجه بزن موشلی، مثلا مرگ بر مثلا فلان کس، من حالا خیلی نمیخوام اسم اینا رو بیارم، خب چرا ما اینا رو میشنویم؟ خب چون یه خشمی هست. شما وقتی که توی مسیر آگاهی، وقتی ارتعاشتون میاد بالا و بالاتر، به یگانگی میرسید. من خودم یک زمانی چنین خشمهایی رو تجربه کردم به عنوان یک زنی که حالا تو اون کشور بزرگ شده، ولی بعدش که یه مقداری رشد کردم تو این مسیر و اینا، حالا در نظر خودم مثلا رشد کردم، واقعا دیگه هیچ خشمی نداشتم. الان اگر چه میدونم یکی میگه 3000 تا کشته شدن، یکی میگه 10,000 تا، اون یکی میگه 200,000، هر عددی الان بگید، من خشم اون حکومت رو نمیارم توی دلم، چون اون خشم من رو تو ارتعاشات پایین میبره. خب پس واقعا یه بخشی از افرادی که تو تظاهرات شرکت کردن خشم داشتن تو دلشون. وقتی میگیم ارتعاشمون رو بیاریم بالاتر، واقعا این تظاهرات رفتن ها اینا حذف میشه. ببینید، ما تجمعات خیلی زیادی برگزار شد توی خارج از ایران. ما همین دیروز کلی آدم جمع شدن توی 3 شهر دنیا. خب ولی دیروز واقعا داشتم فکر میکردم چی میشد؟ جمع میشدن، مدیتیشن دست جمعی میکردن، میرفتن تو حالت حضور. باور کنید خیلی اثر بخش بود. خب دیروز داشتم مدیتیشن میکردم، این آگاهی بهم اومد که اوکی، چرا جمع نشدن یه قسمتی از طبیعت؟ ما اگه میخوایم جمع بشیم، ببینید ما تظاهرات همونم، حالا ایرانیا خب اونور میرن با مأمور درگیر میشن دیگه. تو وقتی تظاهرات رفتی، خب قبول کنید یه بخشی از اون افرادی که تظاهرات رفتن مأمور سرکوبگر، حالا هر چی اسمشو میذارید، اونا رو یه درگیری پیش اومده. ما اون صلح در ایران رو نمیتونیم با این درگیری ها جذب کنیم. شما وقتی عشق و صلح میخوای، باید خودت بری تو فاز عشق و صلح. یعنی ما تعداد زیادی از ایرانی‌ها برن توی عشق، صلح، آرامش، اون موقع حکومت اونطوری تغییر میکنه، اون موقع سرکوبگری دیگه وجود نخواهد داشت. خب و حالا بذارید در مورد تجمعات خارج از کشور بگم. خب اینا جمع میشن کجاها؟ جمع میشن جلوی مثلا سیتی هال یه شهری. مونیخ مثلا نرفتن که یه قسمتی از مثلا طبیعت مونیخ جمع بشن که، خب میرن یه جایی که به هر حال یه ساختمونی چیزی از دولت اونجاست، اونجاها جمع میشن. من این رو هم خیلی جالب نمیدونم. من اگر میخواستم تجمعاتی شکل بدم، سعی میکردم تو دل طبیعت شکل بدم که
اون ارتعاش بالای طبیعت کمک کنه که ما به این خواستمون زودتر برسیم. و میرفتم اونجا به جای اینکه بیایم شعار بدیم و یا یکی رو بیاریم مثلا بگیم اوکی تو امید مایی بیا برامون سخنرانی کن و اینا، خب مدیتیشن دست جمعی انجام میدادی. این خیلی اثرگذار هستش. و همین دیگه یکم دقت کنید که اگر هم مثلا تظاهراتی برگزار میشه چه شعارهایی گفته میشه. خب من واقعا شعارهای رکیک هم حتی دیدم روی کاغذ تو تورنتو مثلا شعار رکیک رو کاغذ نوشته اومده. خب واسه همینه که تا الان نتیجه نگرفتیم، چون نتونستیم این خشم رو از دلمون حذف کنیم. ببینید بازی نخورید دوستان. خب طرف مقابل میاد کشت و کشتار انجام میده، البته قبلش یه کاری میکنه شما تحریک بشید برید تو خیابون، کشت و کشتار انجام میده. بعد جماعت ایرانی میرن تو فاز خشم و غم. من چند هفته است تو فضای اینستاگرام، خب اوکی یه مدت که فقط عکس بادی بگ، عکس در واقع کیسه های جنازه رو مثلا نشون میدادن، جنازه ها رو نشون میدادن. آقا جماعت ایرانی رفتن با این اتفاق توی غم خیلیاشون. چطور اون صلح رو ما با این غم میخوایم جذب کنیم؟ چطور عشق و شادی رو میخوایم با غم از دست دادن عزیزان جذب کنیم؟ بعدم بیایید یه کمی بالاتر نگاه کنید. ببینید اون پسری که حالا من میشناسم تو تظاهرات کشته شده، خب اصلا یه نظمی تو جهان برقراره. من اصلا واقعا خیلی فکر نمی کنم که تاریخ مرگ کسی رو ما میتونیم جابجا کنیم یا هر چیزی. یه نظمی برقراره. خب و بعد وابستگیامون هم بذاریم کنار. انقدر ناراحت نباشیم که 30,000 نفر کشته شدن فلان و اینا. 30,000 نفر از این بدنی که داشتن بدنه رو ترک کردن و احتمالاً با یه بدن دیگه میان تو این جهان یا میرن تو ابعاد دیگه. میدونید اینجوری ناراحت نباشید هیچ وقت وقتی یکی میمیره. ناراحتی وجود نداره. وابستگیاتون رو بذارید کنار. خودتون رو در قالب این جسم و ذهن و تعلقاتی که دارید، خانواده، خونه، ماشین، پول، اینا تعریف نکنید. اینا فناپذیر هستن. قانون جهانه. اینا یک روزی از دست میرن. اگه عزیزتون تو تظاهرات کشته نشه به هر حال یک روزی خب یا شما زودتر میمیرید یا طرف یه کمی خودتون رو کنترل کنید، از بالا به قضیه نگاه کنید. در واقع دقت کنید تو اینستاگرام چه پیجایی رو دنبال میکنید. دقت کنید اگر ماهواره دارید چه شبکه‌ای رو دنبال میکنید. مسلماً اگه خیلی آگاه نباشید به ذهنتون و ورودی هایی که میگیرید، اوکی میرم مثلا یه منوتو نگاه میکنم اونجا مجری میگه وای 200,000 نفر کشته شدن، 100,000 نفر کشته شدن، اینا برای حق طبیعیشون کتک خوردن از سرکوبگرا. احساسات شما برانگیخته میشه. چرا برانگیخته میشه؟ چون احتمالاً مدیتیشن نکردید تا حالا، کمتر مدیتیشن کردید، درگیر بازی ذهن میشید. اینا رو خواستم بهتون به اشتراک بذارم. تا الان تقریبا سکوت کرده بودم در مورد این قضیه، چون احساس میکردم افرادی که اطرافم هستن شاید قابلیت درک این حرفا رو نداشته باشن، ولی به هر حال خواستم تو این پیج به اشتراک بذارم. سعی کنید به دور از قضاوت واقعا گوشش بدید. من هم واقعا سعی میکنم خیلی درگیر حالا قضاوت‌های اون آدم‌ها اینا نشم، ولی واقعا با نگاه کلی من وضعیت کشور و تظاهرات خوب نمیشه و واقعا دیگه این یه فکته. اون شعارهای رکیک، این شعارهایی که زجه بزن فلانی و مرگ و اینا دیگه یه فکته. اینا دیگه قضاوت نیست. این فکت ها نشون میده که توی تظاهرات های ما خشم وجود داشته. خدا نگهدار.